روز 25 مای ساعت 11:50 راننده ماشین تمغه اوپل استرا مختارف عزت الله خان سال تولدش 1988 ساکن جماعت چورکو در راه وارخ اسفره در حدود جماعت شهرک پیادهگرد نعمتوف مرادالله سال تولدش 1955 ساکن شهر ترسانزاده را که از طرف راست به چپ رو میگذشت پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد 66 ساله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اینچنین روز 25 مای ساعت 15:25 راننده مرسدس بنز سپرینتر اوتابک خوجه سال تولدش 1968 ساکن جماعت دیهات عثمانوف نویه باباجان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده پیادهگرد شکوروف نومانجان سال تولدش 1948 را پخش نموده است. این ساکن 73 ساله نویه غفوروف در بیمارخانه جان داده است. وزارت کارهای داخله گفت در هر دو حالت رانندگان از عهده اداره ماشین برآمدن نتوانستند. هر سال در راههای تاجیکستان بر اثر صدمه ها تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ساکن 29 ساله جماعت تردی فنویه همدانی به آن گمان بر می شود که روز 23 مای ساعت 15 برای پنهانی وارد اتاق کاری ساکن 44 ساله دوشنبه در جماعت چست نوی شهرنو شده از آنجا 14,000 سومانی را دزدیده است و بازداشت شده بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند.